بسم الله الرحمن الرحیم. در درس نهم ما شما اسم المؤمن الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. المؤمن از کلمه امن گرفته شده، امینه، و این کلمه به معناهای مختلف معنای اولش به معنای امنیت و آرامش است. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این به معنای آرامش است و امنیت است. دوم به معنای امانتداری هست. مثلا میگه والامانت ضد الخیانه، امانت ضد خیانت است. والایمان ضد الکفر، مثل که ایمان ضد کفر است. سوم به معنای تصدیق میآید. مثلا آمن به قوم و کذب به قوم، مثلا یک پیغمبر وقتی که یک قوم به او ایمان میاره یعنی تصدیق میکنه و یک قوم دیگه او را تکذیب میکنن. تکذیب ضد تصدیق است و تصدیق اینجا ایمان به معنای تصدیق هست. خب این در معنای لغویش بود. حالا ما و شما اسم المؤمن الله سبحانه و تعالی را چه قسم بشناسیم و چه قسم ایمان داشته باشیم و با اسم المؤمن الله چه قسم زندگی بکنیم. المؤمن اسم من اسماء الله الحسنى. المؤمن کسی یکی از اسماء الله الحسنى هست، یعنی از نامهای الله هست. و هو شاهد على نفسه و يدل على من هو شاهد على نفسه. اول دلالت میکنه امی اسم المؤمن به ذاتی که بالای نفس خود شهادت میده بالوحدانیت، به یگانگی. پس اولین معنای چی شد؟ با معنای شاهد شد که بالای نفس خود شهادت میده به چی؟ به یگانگی. والمصدق قوله و وعده و عباده المؤمنین. دوم معنای المؤمن چی هست؟ معنای چی هست؟ یعنی المصدق و تصدیق کننده هست. چی رو تصدیق میکنه؟ قول خدا، وعده خدا و بنده های مؤمن خدا، اینا را تصدیق میکنه. متوجه شدیم؟ این دو معنیش. سوم معنای المؤمن چی است؟ به معنای الداعی الی الایمان، یعنی دعوت کننده به طرف ایمان. المؤمن الداعی الی الایمان. چهارم هست المؤمن الذي یعزى الیه الامن والامان. چهارم معنای مؤمن چی است؟ یعنی ذاتی که به طرف از او نسبت میشه امن و امنیت و آرامش. پنجم چی است؟ الامین هو الذي لا يظلم احدا من خلقه، یعنی امین ذاتی هست که ظلم نمیکنه بلکه بنده هایش از ظلم از او در امن هستند. متوجه هستید؟ و چند شد؟ و ینصر آخریش و ینصر المظلوم من ظلم الظالمین، و دیگه در امن نگاه میکنه مظلوم از ظلم ظالما. خب امی تعریف تشریح میکنیم. اول مثلا در اینجا گفت که المؤمن اسم من اسماء الله الحسنى، یعنی کلمه المؤمن یکی از اسماء الله الحسنى هست. ببینید کلمه المؤمن برای انسان ها هم استعمال میشه، برای خالق متعال هم استعمال شده. وقتی که برای الله استعمال میشه فکرتان باشه که به الله وقتی که استعمال میشه به ذاتی که صاحب جلال و عظمت است، معنای خاصی خود می داشته باشه. و برای مخلوقات که استعمال میشه به مو اندازه که یک مخلوق صفت داره. پس هیچ وقت بین صفت خالق و صفت مخلوق باید تشبیه و تمثیل نکنیم، چرا مشابهت نیست، هم مثلی نیست. اینال المؤمن الله سبحانه و تعالی به ذات با عظمت خود چی کرده؟ نسبت کرده، خود معرفی کرده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. این در سوره حشر آیت 23 همین نامهایی را که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، این در بین از این نامها که اسماء الله الحسنى هست نام المؤمن هم آمده هست.
اینال اسم المؤمن الله سبحانه و تعالی به ما و شما 6 مفهوم میرسانه. اول و هو الشاهد على نفسه بالوحدانیه. اول المؤمن وقتی گفته میشه شما از چی میفهمین؟ یعنی المؤمن الشاهد على نفسه بالوحدانیه. المؤمن ذاتی هست که بالای نفس خود به چی شهادت میده؟ به وحدانیه، یعنی واحد و یگانه است در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در نامهایش و در احکامش. متوجه شدین؟ خب پس اینجا به معنای شاهد بر نفس خود در یگانگیش است. علامه قرطبی رحمه الله چی میگه؟ علامه قرطبی رحمه الله در قرآن هم این قسم آمده، مثلا دلیلش شهد الله انه لا اله الا هو، این الله شهادت میده که نیست هیچ معبود مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو، مگر الله سبحانه و تعالی. والملائکه، ملائکه هم شهادت میدن و اولو العلم و صاحبای علم هم شهادت میدن که مستحق عبادت و اطاعت. یعنی پس اینجا المؤمن معنای شما چی گفتیم؟ گفتیم به معنای کس ذاتی که بالای خود شهادت میده به وحدانیت. دوم معنای المؤمن چی هست؟ المؤمن المصدق قوله و وعده و عباده المؤمنین. یعنی المؤمن ذاتی هست که سخنهای خدا تصدیق میکنه و وعده خدا تصدیق میکنه و بنده های مؤمن خدا وقتی که اونا شهادت میدن و یا سخن میگن الله سبحانه و تعالی او رو چی میکنه؟ تصدیق میکنه، قولش تصدیق میکنه. امام ابن زید میگه المؤمن المصدق الموقن آمن الناس بربهم فسماهم مؤمنین و آمن الرب الكریم لهم بإيمانهم. یعنی میگه اینجا که گفت آمن الرب الكریم یعنی چی معنی اینجا؟ یعنی آمن الرب الكریم یعنی رب کریمشان اینا را تصدیق کرد، لهم بإيمانهم، به ایمانشان، صدقهم ان یسمى بذلك الاسم، یعنی اینا گفتن که ما مؤمن هستیم، به الله ایمان داریم، الله اینا را تصدیق کرد به ایمانشان، مؤمنین دا. متوجه هستین؟ الله سبحانه و تعالی وعدهش تصدیق میکنه. علامه ابوالفرج جوزی رحمه الله میگه انه الذي يصدق عباده وعده، یعنی امو وعده هایی که بر بنده های خود داده او وعده خود چی میکنه؟ المؤمن است، یعنی تصدیق میکنه. المؤمن ذاتی که وعده هایش تصدیق میکنه. خب و سوم بنده های مؤمنش تصدیق میکنه، بندگایش یا ما شما گفتیم. خب میم سر از این سومیش چی بود؟ اولش چی بود؟ اولش شاهد بود بر نفسش به وحدانیت، دومش تصدیق کننده بود که الله سبحانه و تعالی سخنهای خود تصدیق میکنه و بنده های مؤمن خود در ایمانشان تصدیق میکنه. سومش چی است؟ المؤمن الداعی الی الایمان. مؤمن چی معنی؟ یعنی ذاتی که دعوت میکنه به طرف ایمان. علامه ماوردی رحمه الله چی میگه؟ میگه انه الداعی الی الایمان، الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که دعوت میکنه دیگران را به طرف چی؟ به طرف ایمان. چهارم المؤمن الذي يعزى الیه الامن والامان، او ذاتی که بر از او نسبت داده میشه به چی؟ امن و آرامش. یعنی الله سبحانه و تعالی امن و آرامش میده و الله سبحانه و تعالی هست که امانت ها را حفظ میکنه. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که شما عبادت بکنین رب کعبه را. وقتی که رب العالمین شما عبادت کنین بر شما الله دو چیز میده. چی براتون میده؟ اطعمهم من جوع، یعنی اقتصادتان خوب میشه، براتون اقتصاد خوب میده. و آمنهم من خوف چی معنی؟ یعنی شما را از خوف و ترس امنیت میده. یعنی حالا فعلا در دنیا مردم به چی چیز نیاز دارن؟ به دو چیز. اکثر مردم از فقر مشکلات دارن، تحت خط فقر هستن، میخوان که اقتصاد خوب داشته باشن. و یک تعداد دیگه هستن که امنیت ندارن، میخوان که در امنیت و آرامش زندگی بکنن. وقتی که در خانه خود میباشه کس اذیتشان نکنه. الله سبحانه و تعالی میگه که اگر شما
رب فلیعبدوا رب هذا البیت، اگر رب از بیت اینا عبادت بکنن چی میشه؟ اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. امی مردمای قریش وقتی که چرا امنیت داشتن و اقتصاد خوب داشتن؟ به خاطر موجودیت کعبه شریفی که احترام میکردن، عزت میکردن. الله سبحانه و تعالی برشان امید چیز داده بود. اگر چیش در آخر شرک آوردن و مشرک شدن، با وجود ازی هم امو عظمت کعبه شریف است. حالا هر کس که رب ازیر عبادت کنه، الله برش امید و نعمت میده. پس در صفت الله سبحانه و تعالی که المؤمن هست چی معنی؟ یعنی او ذاتی که به طرف از او امن و آرامش نسبت میشه. ابو حامد غزالی رحمه الله نشته میکنه، میگه المؤمن هو الذي يعزى الیه الامن والامان. او ذاتی که بر انسان چی میده؟ امنیت و آرامش میده، امانت میده. چی معنی؟ یعنی میگه بفادته اسبابه، میگه اسباب از الله سبحانه و تعالی بر انسان میده. ابن عباس و مقاتل رحمهم الله یا چی میگن؟ یا میگن و امن من آمن به عذابه، یعنی او ذاتی که کسی را که به او ایمان داشته باشه او را از عذابش امنیت میده. فهمیدین یعنی؟ و علامه ابن منظور چی میگه؟ میگه المؤمن الذي آمن اولیاءه عذابه. مؤمن او ذاتی هست که دوستای خود از عذاب خود چی میکنه؟ از عذاب خود نجات میده. پنجم المؤمن الذي لا يظلم احد من خلقه. دیگه معنای مؤمن چی هست؟ پنجمیش یعنی ذاتی که ظلم با یکی از مخلوقاتش نمیکنه. هیچ. ان الله لا يظلم مثقال ذره. الله سبحانه و تعالی به اندازه یک مثقال ذره بالای کسی ظلم نمیکنه. ششم المؤمن الذي ينصر المظلوم من ظلم الظالمین. مؤمن ذاتی هست که نصرت میده مظلوم از ظلم ظالما. اگر یک ظالم سر ازی ظلم میکنه، بالاخره الله سبحانه و تعالی مظلوم نصرت میده. مثلا فرعون ظلم میکرد، الله برای موسی علیه السلام و لشکرش چی کرد؟ نصرت داد. اونا بسیار بنی اسرائیل ظلم میکردن، الله فرعون غرق کرد با لشکرش. به این شکل مثلا شداد بود، نمرود بود، فرعون بود، ابو جهل بود که ظلم میکرد. امیه ابن خلف که در سر سینه بلال حبشی رحمه الله سنگ میگذاشت در گردی بسیار تیز. بالاخره الله سبحانه و تعالی مؤمنین مظلومین چی کرد؟ نصرت میکنه. اگرچه در اول مشکلات می داشته باشه، سختی ها می داشته باشه، یک تعداد مؤمنین شهادت میبرن، نمرود بلند است، لکن نصرتش برای مظلومین است. حتی همین شهادت هم کسی یک نصرت است که برای یک انسان یک رتبه بسیار بلند را میتم. دکتر رضوانی نشته میکنه، میگه که ان المؤمن هو المجیر، یعنی میگه الله سبحانه و تعالی المؤمن است. یعنی چی معنی؟ یعنی پناهدهنده هست الذي يجير المظلوم من الظالم، که پناه میته، نجات میته مظلوم از شر ظالم، یعنی او را امن میده و نصرت برش میده. پس ما و شما فهمیدیم که المؤمن به چند معنامه؟ به چند معنامه؟ به 6 معنامه. این 6 معناش کدام بود؟ اول معناش باید بفهمیم که اول به معنای شاهد. المؤمن به معنای چی؟ الشاهد، که الله شهادت میده بالای ذات خود به چی؟ به وحدانیت. به وحدانیت در ذات، صفات، افعال، عبادت باشید. دوم گفتیم که المؤمن ذاتی هست که تصدیق کننده هست، قول خدا تصدیق میکنه، وعده خدا تصدیق میکنه، حتی بنده های مؤمن خدا در سخنانشان تصدیق میکنه. این دو. سوم چی بوده؟ گفتیم که المؤمن به معنای دعوت کننده به طرف ایمان. چهارم المؤمن ذاتی که به طرف از اون نسبت داده میشه امن و آرامش. پنجم ذاتی که بنده هاش از ظلم حضور در امن هستن. المؤمن الذي لا يظلم احدا. و ششمی و آخری چی؟ یعنی المؤمن ذاتی که نصرت میکنه مظلوم از ظلم ظالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.